بودن یا نبودن، مسئله مشکل و بدبختی و بیچارگیمون همینه. آیه دکتر بزن بادر، برای برنامه اونقدر سوال عجق وجق از مسئولین نظام و پاسدار بسیجی دوزاری اومده که حد و حساب نداره. اما با توجه به بلبشویی که توی نظام حاکم شده و بلا نسبت شما سگ صاحب خودشون نمیشناسه، همه این سوالات به کنار، یه سوال و یه بحث آنتیک خودم دارم. آی دکتر مختصر و مفید میپرسم، بودن یا نبودن؟ بفرمایید جواب بدید. ناکس بشی سر جات، خودتو واسه من لوس نکن. ناکس بودن یا نبودن؟ بفرمایید جواب بدید. با این همه بدبختی که از سر و کله مقام عضو بدبخت بیچاره داره بالا میره، من میخواد برات بحث فلسفی بکنم. ناکس حال آدمو میگیره میکنه یه بارم که میخواستم مثل این خارجی‌ها یه افی بیام و رونقی به این برنامه بدم، زدی به تیپم و مثل سگ پشمونم کردی. ولش کن، اصلا جنبه نداره. سب کن ببینم که چیزی زیر لب قرقر میکنی برای خودت؟ هیچی آی دکتر، داشتم میگفتم که جنبه یه کوه استراتژیکی نشستم و قدرشو نمیدونم. اون که بله، ولی من یه کلمه جنبم اون وسط آره گفتم جنبهشو ندارم که قدرشو بدونم، چون که دعوتش کردم سوالات بیپایان 4 تا پاسدار بسیجی 2020 رو جواب بده و روشنشون کنه. چه کاری به مشکل و معضل افکار به هم ریخته من داره و پاسخ بود و نبود نظام. آفرین. حالا برو سر بود و نبود برنامه‌ات، یعنی یه معرفی درست حسابی و شیک و آنتیک از ما بکن ببینم چه کار میکنی. آیه دکتر همه برامون نوشتن که این چیزا رو از بر شدن، ابر استرشته خستگی ناپذیر رو نمیدونم آچار فرانسه و همه فن حریف و اینها همه هستش سر جای خودش هست و همه که برنامه به هدف خودش رسیده. آی دکتر در مورد بحث اتمی نظام و این پیشنهادات اخیر نظام که غرب با نامردی و بی‌معرفتی تو جوابش محکم زد تو پوز مبارک مقام عظمای ولایت گفتی و کردی کبابم. چه کبابی؟ ببین آقای مجری، پیش بردن بحث اتمی نظام دست فرمون میخواد. کار هر شاگرد شوفلی نیست از این طرف رد کنی یه طرف دیگه میگیره به در و دیوار. مشخصا آقای دکتر سوالم اینه که چرا از یه طرف دستگاه جدید نصب میکنیم که غنی سازی رو تسریع کنیم، از اون طرف به آژانس میگیم بیا و راجع به بازدید مذاکره کنیم. دست فرمون که میگم خب همینه دیگه. دستگاه رو که مجبوری بذاری رو دور تند، وقتی باقی نمونده برامون که مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض میکردن بله میفهمودن که پلیس یه ماشین مسافرکشو که داشت سرعت اضافه میرفت نگه داشت، گفت بزن کنار، رفت جلو دید 8 نفر چیده توش ناکس. گفت نامرد ناکس 8 تا مسافر داری این هم سرعت میری؟ راننده گفت قربونت برم اگه با این سرعت نرم که اون 3-4 تایی که تو صندوق عقبه خفه میشن که این فعلا باشه، اما روشن کردنش باشه برای بعد یه باره همه رو با هم سرجم روشنت میکنن. من طاقتشو ندارم، همین الان بذار راحتم. آفرین. خوشم میاد که خودت رفتی به استقبال روشنایی. اینم بهش میگن ضربه درخواستی، ولی به هر حال حساب اون آخر کاری که با هم قرارشو گذاشتیم سر جاشه. به هر حال استراتژی اتمیمون بهش میگن استراتژی اردکی. اردک یعنی کوک. نه بابا تو هم عجب انیشتری هستی ها. تا بخوای بفهمی موضوع عوض شده. حکایت هزار پاس که دعوتش کردم مهمونی، تا اومد بند کفشاشو ببنده را بیفته مهمونی تموم شد. کوک نظام که سر جاشه، ولی تاکتیک اردک یه بحث دیگه است که تو استراتژی هم انعکاس خودشو داره. میخوایم آزمایش کنیم ببینیم تا کجا تحملمون میکنن، کجا آتیشی میشن. مرحوم عوضی همیشه میفهمودن بزن بهادر عرض کردم بله میفهمودن که یه اردکه هر روز میرفت مغازه میپرسید آقا قهوه دارین؟ مغازه داری میگفت نه خیر ما اینجا قهوه نمیفروشیم. یه روز که اون یارو مغازه داره از دست اردکه خسته شد و عصبانی شد، بهش گفت ناکس اگه فردا بیا دوباره همین سوالو بکنی با منگنه نوکتو میچسبونم به میز تا حساب کار خودشو بکنه. فرداش دوباره اردکه رفت مغازه با ترس و لرز گفت آقا ببخشید. یارو گفت چیه؟ گفتش که منگنه دارین؟ طرف گفت نه. اردکی گفت خب پس قهوه دارین؟
روشن شد یا همچین بذارم که نوکت منگنه بشه به میز. میخوام بگم که اگه کوتاه بیای گند یه چیزای دیگه در میاد که از اولش اوضاع خرابتر میشه. آیا دکتر با این وضعیت تیره و تاری که یه قسمتش رو شما ترسیم کردین یه قسمتش هم از قبل خودمون می‌نویسیم نظام کجا داره میره؟ به مشنگه گفتن این خیابون کجا میره؟ گفت من 40 ساله تو این خیابون میشینم تا حالا ندیدم جایی بره. آخه ناکس اینجا هم که نظام جایی نمیره. باید ببینی چی داره برای نظام میاد. اصلا مشکلش همین بدبختیه که جایی نداره بره. توی دایره‌المعارف استراتژیکی که قرار چاپ بشه از دست خود من در میاد نوشته که بنبست، یعنی میری دیگه نمیری. همین یا نه؟ چیه چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بست نبود جواب به این قشنگی بازم جواب میخوای؟ نه خیر، پس میخواستم یه دل سیر نگاهتون کنم که تا برنامه بعدی دلتنگتون نشم. خب معلومه که جواب میخوام. مهمون دعوت کردیم که جواب بدید دیگه. همه کارم اگه نکنی دیگه برای چی دعوتت کردیم؟ خود مقام عضبا تو جوابش مونده چارچنگولی همینجوری. اگه جواب داشت که به خود اون میدادم. مگه مریضم یا به تو دوزاری اینجا جواب بدم؟ ناکس واسه ما اینجا شلو خدا یواشه تو با این کار عمل مقام عظما رو میبری بالا. خلخکی و علافی کاری گذاشته آدم داره میزنه